مایک تا بالاتر زدی مشکل خود نمیکنه؟ جورش میکنم. خوب است انشالله. قراریست بخیر اینجا صحیح است. صحیح است. از اون که من نظرم پایین باشه، من تجربه مایک دارم. خب بغض میکنم. خوب است انشالله. جی آقا. جور. از خوب است میگذاریم. چی میکنیم اینجا ما؟ این سوال مهم نیست نه؟ چی میکنیم؟ یکی بازی خوب استی نباید زیاد در پادکست گفته شود نه؟ نیازم نیست دیگه. چون ما تو پیشی گفتیم خوب استی نیستی. اگر دوستا بودیم دوستا خوب استی حتما نیستی. یک چیز هست کامنت بتن مثلا خوب است نیست. و آمدیم که پادکست رو برای بندازیم که نامش هنوز نامش چیه؟ نداره. به نام. پادکست به نام. و هیچ کدام مضمون خاصی هم نبود به این نشست، البته به این پادکست گفتیم بیایم شروع بکنیم ببینیم که در جریان این پادکست میتونیم چیزا رو اضافه بکنیم. ولی مطمئنم پیش از این بارش صحبت کرده بودیم یک پادکست 2 نفره داشته باشیم، صحبت بکنیم و قول ارادی اختلاط بکنیم، بگپیم مثلا خود گفتنی داشته باشیم تا وقتی که در مورد مسیر کار سوشال میدیا بگم جالب است برای من. یک کاملگرایی بسیار عجیب داشتم همیشه. چه وقت شروع کنم چه وقت نکنم. مثلا شروع رو که بسیار وقت میشه شروع کردیم. شروع یک کم با نظم، مثلا منظم تر، یک گونه که مخاطبم بفهمه که طرف اهل چیست، کارش چیست، چی میخوای بر ما داشته باشه و خودم بفهمی چی میکنی، مثلا قصد چی است، چی پیام رو انتقال داده میتونی. و شاید خنده‌دار باشه در عصر امروزی که ارتباط برقرار کردن چقدر ساده شده. ساده که میگم یعنی وسطش کلانتر است. حالا یک آدم 2 قرن قبل خیلی تلاش میکرد، چقدر باید نوشته میکرد، چقدر باید میگفت 100 نفر رو گوش کنه دهن به دهن شه مثلا به دست مردم برسه. امروز اینجا یک پلتفرم است به نام یوتیوب یا هم اینستا تیک تاک نمیفهم اینجا، و ممکن یک پیامی که از یک آدمی که اصلا باورش نمیشه همین فردا جهانی شه و کل مردم دنیا بفهمه که طرف دغدغه‌اش چیه. خیر خیریت میگه کلا 30 نفر میشه. طرف مثلا خیر خیریت معروف است. این واقعا نبود، قبلا نبود با یک واژه، یعنی اصلا قدم مهم نباشه، رنگ چهره هم مهم نباشه، بیان هم مهم نباشه. بعض وقتا این چیزایی که بعض وقتا میار قرار میدیم به خاطر شروع و پادکست از دیگه خود مونی صحبت بکنیم. یکی کمالگرایی شروع کردن است، یکی بعضی که شروع میکنی کمالگرایی میاد، یعنی گویی همیشه هست. میگه ما تو تولید محتوا داریم، شاید 2 سال ببینن بگن که خب چقدر خوب است اینا محتوا انداخته میرن اون کسایی که تعقیب میکنن صحیح، ولی یک حسی هست همیشه که میگه خب با تاخیر بندازم بعدن چی میتونه دلیلش باشه؟ به نظر من یکی از دلایلش است که آنن آدم میخواد پاداش بگیره و چون این آنن پاداش ندارن ولی درست بغیر از بعضی کامنت ها و بعضی لایک ها آنن میگه نمیتونه نتیجه بگیریم از این فرضاً 6 ماه 1 سال باید زحمت بکشی تا نتیجه نسبی بگیری. دیگه چی از نظرت در پلوی از این که چیز سبب میشه مثلا آدم ادامه نده گپ من کامل کنم، فکر میکنم زمان درست شمیالی است برای که یک پادکست برای حتی با کمترین ابزارها و امکانات. ما لحظه داخل یکی از کافه های شهرنه و کابل هستیم، آمدیم صحبت میکنیم و پادکست تولید میکنیم. اسکریپت هم برش نیست، پشت سرش مثلا تا هنوز چیزی نوشته نکردیم که چطور پیش نره. با عنوان اولین ویدیو میخوایم شریکش بسازیم و فکر میکنم اول همین مهم است، همین استارت شروع، که حتی اگر کامل نیستی شروع کنی و این خوب است. بعدش که بعد از اینکه شروع میکنی از جای به بعد بازم دلت میزنه به یک شکل، این فکر میکنم خود آدم خودش هنوز حل نشده. یک گونه در پری دهات دل دیگه میتونه باشه که طرف خود به خود هنوز حل نکرد و این چیز بد نیست. مثلا وقتی خود به خود حل نکرده یعنی هنوزم در حال خودشناسی است، هنوزم در حال خداگاهی است، هنوزم میخواد خود به خود حل نکرده به شکل نسبی دیگه خدا میخواد بهتر بسازه بعدش بیاد مثلا. و چرا بد است؟ چون چه وقتی خود حل میشه هیچ وقت به شکل کاملش حل نمیشه. تو دیگه که امروز در بهترین ورژن ممکن خود هستم بعد شروعش کنم دیگه نمیشه، مثلا نداره این چیز زیاد اومد خیلی شوت تو نمیگم بگو که دوستان بفهمن چی رو می‌دارم بگم. خب این که یک صفحه چشمی باید آدم داشته باشه خب در هر شروعی
صحبت‌های متفاوتاً فکر می‌کنم کلی که دوستان میتونه مفید باشه، میتونه قسمتش مفیدم نباشه چون کسایی دیگه بین باشه اصلا محتوا تولید نکنن. من گوش کردن اگر کلی بگویم هر شروع کردن حالی خود یک صفحه چشمی نیاز داره. این خوب میگفتم که به شکل کلی هر شروع فرق نمیکنه تو یک کتاب میخونی، تو یک بزنس برای انداختی، تو سوشال میدیا کار میکنی، هر شروع یک مهارت رو شروع کردی مثل زبان نمیفهم، یک عادت نو مثل ورزش، یک چشم سفیدی نیاز داره. سفید چشمی دوست بیشتر نیم سفید چشمی میگه بگذاریم حالی تمام. اوکی از مشکل نداره هر شکل چه قسم چشم سفیدی ای که نمیفهم پررویی یک چیزه صفریه که خوب نیست، مثلا یک فازکای رو جور میکنه آدم، ولی تو باید دیگه یک حسایی رو در درون خود داشته باشی. میشه خب چرا من نباشم مثلا اون کسی که تصویر باشه، چرا من نباشم اون کسی که بدن خوب داشته باشه، چرا من نباشم اون کسی که زبان انگلیسی یاد داشته باشه. این حس مطمئن ازم در خیلی ها بوده، تو هم بوده، در من بوده. شاید خداگاه زیاد نباشه، شاید به دوستایی بتونه کمک بکنه و خیلی زرد به نظر نرسه جهان منتظر ما نمیمونه دیگه. مثلا که بان نوجان جان بیایم، مهراز جان بیایم و بعدش ما بگردش خود ادامه میکنیم مثلا یا جهان توسعه کنه و نکنه و ربط خیلی زیاده مثلا برای ما نداره. این خاطر یک سهم خود باید بگیریم زیاد نره چون یک گپ بسیار خوبی یاد اومد. یک از دوستا کامنت مونده بود، گفتم کامنتش که گفت که اولین کتابی که نوشته کردین انگیزه کتابتون چی بود؟ من گفتم کتاب نوشته نکردیم. کتاب نوشته نکردیم، درباره نویسندگی میگین. ببین اگر به دیدگاه عام ببینی به خاطر یک شروع خیلی معیار نیاز است. خب اگر عام ببینی مثلا را و این شروع هر نوع شروعی گفتم بیشتر عادت باشه، صفت باشه، مهارت باشه، فرق نمیکنه، خیلی معیار نیاز است. یعنی باید چیزایی رو پورا بکنی، شرایط رو جور بکنی تا شروع کنی. کمالگری هم دین کم کم شامل میشه. ولی اگر از این بگذری بگویی بیا من شروع میکنم ناقص کم همین تاثیرگذاری هم کم برو قدر زیاد نه در حد خیلی زیاد، مثلا در حد 10 فالوور گویا 10 نفر گپ اگر فرضاً ما در جمع فامیل نشستیم 10 نفر ششته کدام جمله رو میتونم بگویم که کلی گوش کنم بگن واو خوب جمله گفتی و این جمله رو آیا گفتن نمیتونیم به دیگران. این بحث سوشال میدیاش. در بحث ورزش اگر ما در یک جمع 10 نفر هستم خب طبیعتاً دیگه هر 10 نفر او مستر المپیا نیست. آیا نمیتونم مثلا من برم کم کم ورزش کنم حداقل مثلا از فرضاً از چند کیلو از 74 کیلو فرضاً بیایم 73 کیلو شم. این دیدگاه به نظرم میتونه کمک بکنه به دوستا که واقع‌بینانه است دیگه. یعنی کمالگرایی هم در اینجا کم کم کنترل میشه. این که در اول زیاد تاثیرگذار نباشی و نخوای باشی جز زینت کلی که هست دیگه. مثلا تو یک چیز رو شروع میکنی یک دیدگاه بسیار کلان به او داری و چقدر دیدگاه کلان میتونه آدم خراب بکنه، چقدر مقایسه کردن رو میتونه آدم خراب بکنه. وقتی که تو میای یک مهارت شروع میکنی قسمت اصلی مغز و ذهنت میره طرف چی؟ طرف او حالت ایدئالش، او صدش و چقدر میتونه آدم ناامید بکنه. وقتی که تو شروع میکنی میبینی که او صد خیلی زودم دست یافتنی نیست، مثلا شاید 6 مزور بزنی 20 شوی 25 شوی و میبینی که میگی اوه نشد دیگه. مغز اگه من مغز باشم خب میگم بس خود دیگه نشد. به نظر من این حالته که من شروع میکنم با 10 نفر با 5 نفر یا به اندازه 10 نفر 5 نفر یا 2 نفر یا 1 نفر خودم هستم، این به نظرم خوبتر است. این که روی یک تا آدم و غیر از خود هم میتونی تاثیر بگذاری خیلی مسئله است، چون یک تا آدم یک جهان بسیار کلان است و اینی نوع نگاه که او ما باید دیگه بسیار تاثیر بگذارم اینا رو هستم که نمیشه مثلا در شروع. اگر که خیلی خوش شانس باشی یک شبه یک اتفاق بر بیفته مثل لاتری مثلا که بازو تاثیرگذاری آدم از دست میده، مثلا پول لاتری که اگر در لاتری آدم از دست میاره پول از دست میده تاثیرگذاری از دست میده. دیگه قدم به قدم تو مسیر تاثیرگذاری رو آشنا شوی، مسیر کمک به دیگران رو آشنا شوی، مفیدیت به دیگران رو آشنا شوی. شاید سوال واسش تو نوشون که پادکست سوال اگر خلق شه مثلا بگونه که خود چی نیاز است یک آدم بیا بالا دیگران تاثیر بگذاره. کسی تاثیر گذاشتن روی دیگران نیست. آدمی که روی دیگران تاثیر گذاشته هر آدم همین لحظه دو سر کسی یادشون میاد هر آدم تاثیر گذاشته میاد قطعا و هزار چند روی خودش هم تاثیر مونده
روی وجود خودش، موجودیت خودش تاثیر به خودش در یک موقعیت قرار گرفته کلی میتونه تاثیر بذاره. نه نیست. حتی اون آدم مزخرف از دید مردم که مزخرف است، اگه فلان آدم چقدر آدم مزخرف است، یک شکل که تاثیر مونده روی ایشان و اینا خبر هستند که اون آدم مزخرف است، آدم تاثیرگذاری است که میفهم مزخرف است. شاید به گونه مثبت‌تر آدم تاثیرگذاری اختلاف جمعی مثبت خانه داره مثلا 100%. این که به شکل تو با خبر هستی طرف انسان بدی است، خب بازم تاثیر بدیش مونده است. واسه اینا ما چطور تاثیر خوب میتونیم بگذاریم، این که بعدش باز برای خود ما برگرده، مثلا کمک ما کنه که وجود خدا بیشتر بتونیم تعریف کنیم. خب برای من که اینجا هستم، برای خود که اینجا هستی، قطعا مهم است حضور واقعی، حضور ماندگار، حضوری که کیفیت داشته باشه، در مرز محدودیت خودت صرفا نچرخه، جهان حول خودت صرفا نچرخه و به شکل مثل ستاره های کنار هم که یکی دو بین و تلاش میکنه که بیشتر بدرخشه و نور ازی سبب میشه که نور دیگران دیده شه. به این شکل کل ما بودیم، کل ما از کسای تاثیر گرفتیم روی کسای تاثیر میگذاریم و این شکل است، مثل یک اسپیس میمونه فضا، مثل چراغایی که در آسمان زیبا ساخته، اون یک نور برتر سبب میشه که دیگه نوران درست دیده شه. و بگذار مثال تا تکمیل کنم، شاعرانه نبود زیاد. خب مغزین زیر شاعرانه اینا فعال میشه. خب چقدر ستاره های وجود داره، یا خود آفتاب اگر یک ستاره در نظر بگی، ستاره کلان نه که خودش خبر نیست ولی به خیلی آسمان ها آفتاب شده. این به نظرم نقطه که خیلی دلی تاثیرگذاری است. مثالش هم مثال خیلی زنده شم در این روزا، او پیامی است بر ما آمد از مصاحبه تلویزیونی که گشته بود، کل جای گشته بود، یک دختر خانم که شما رو در تلویزیون آریانا دیدم و گشتم کل جای، فکر کردم معراج است نامتون، سرچ کردم پیدا رد داشتم و تصادفی هم نیست دیگه، در اینستاگرام دیدم تون براتون پیام ماندم و یک قسم درگیری دارم فلان. این فکر کنم یک مثال است. نه چقدر انسان‌های دیگه هم هستن نوشون که اصلا ما تو رو تعقیب نمیکنن ولی یک محتوایی تو برزو یک ستاره در یک شب شده. یک نوشته داشتم منم تکاور، شاید 20 پیام برام اومده که یکی گفته که والا از حالت بد مری کشید، حالا به خود قسمی نبوده نوشته. خب به خود قسمی نبوده، چون به خود آفتاب معلوم نمیشه که واقعا آفتاب است. و گپای اگر داری گپای تا بگو که میخوایم، یعنی قسمت گپای به قسمت دیگه برام که واسه تکراری نشه. ببرش قسمت دیگه که میتونم باز بکنم این است که در این مسیر شروع، در این مسیری که تو کلی میگم چون دوستان این زیاد مفید باشه، شروع هر چیز تنها محتوای اینستاگرام نمیگم چون بحث موضوع باز شد. در این مسیر شروع به نظر تو غیر از خود این عملگرایی که گفتم او پرویی باید باشه، او چشم سفیدی و آدم به قول خود اگه به یک نفرم تاثیرگذار باشه و تاثیرگذاری هم خیلی وقتا مثل آفتاب است که دیده نمیشه خیلی آسمانو، یه جنبندی کرده باشه. دیگه چی به نظرت خوب است که آدم دنبالش باشه که هی آدم پشت بکنه؟ چون میفهمی که انسان ذاتاً احساسی است، یعنی خیلی میشه امرایت استدلال بکنه درباره یک موضوع، یک طرف قضیه است، ولی اگه بر تو یک موضوع حسی را بگویم یک بار تکان میخوری، از درون یک تکان مثلا بخی یک حرکت بزنیم و یک حس شامل باشه، دیگه میفهمی خودت هم همه